خوش آمدید دوستان عزیز به ادامه درس های قبلی. امروز میخوایم برای شما اتصال دهنده ها یا کنکتورین را درس بدیم. کنکتورین یا اتصال دهنده ها از لحاظ معنایی و ساختاری برای ما شما کمک مونه که تا بتونیم ارتباط بین جملات برقرار کنیم. یعنی با استفاده از کنکتورها ما میتوانیم هدف خود را یا پیام خود را به طرف مقابل یا مخاطب برسانیم. پس اولین کنکتوری که ما میخوایم برای شما درس بدیم امروز this help است. this help. پس برای این که شما به صورت درست از یک کنکتور استفاده کنید، دو اصل را هیچ وقت یادتان نرود. دو اصل را در کنکتورها همیشه در نظر بگیرید. اصل اول معنی دقیق یک کنکتور هست. اصل دوم زمان استفاده یک کنکتور هست. اگر ما زمان استفاده درست یک کنکتور را بفهمیم و معنی دقیق کنکتور را بدانیم، همیشه میتونیم هم از لحاظ ساختار نوشتاری و هم از لحاظ ساختار صحبت کردن استفاده درست بکنیم. یعنی میتونیم هم در نوشتار، یعنی در نامه ها از درست استفاده کنیم و هم میتونیم در گفتار یا در صحبت کردن درست استفاده کنیم. خب پس کنکتوری که ما میخوایم برای شما امروز درس بدیم کنکتوری چی است؟ this help است. this help در زبان فارسی به معنی بنابراین هست. بنابراین یا به معنی از این رو هست. و چی زمانی ما از کنکتور this help استفاده میکنیم؟ برای بیان یا برای نشان دادن علت و نتیجه. برای نشان دادن علت و نتیجه. اگر ما بخواهیم علت و نتایج یک پیامد را بررسی کنیم یا نشان بدیم یا بگوییم، از this help چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. اگر بخوایم از شکل ساده مثلا براتون بیان کنیم، این جمله یعنی چی؟ یعنی یک عملی که به دلیل یک وضعیت خاص اتفاق افتاده است. یعنی کنکتور this help ما زمان استفاده میکنیم که بخوایم چی رو نشان بدهیم؟ علت و نتیجه رو نشان بدهیم. یعنی چی؟ یعنی یک عملی که به یک دلیل به یک وضعیت خاص چی میشه؟ اتفاق میفته. عملی که به یک دلیل یک وضعیت خاص چی میشه؟ اتفاق میفته. ما بخوایم این عمل را که اتفاق افتاده بخوایم بررسی کنیم، از چی استفاده میکنیم؟ از کنکتوری this help استفاده میکنیم. این از تشریح کنکتور this help بود. با مثال این را خوبتر شما یاد میگیرید. یعنی اگر ما بخوایم این را یاد بگیریم، در مثال شما میدونید رو به صورت واضح بفهمید که یعنی چی. خب پس ما اول مثال به زبان فارسی نوشته میکنیم، بعد به زبان آلمانی ترجمه میکنیم که هم جمله بندی شما خوب شود و هم ذخیره لغات شما بیشتر شود. مثال اول اینطوری است، میگم من مریض هستم. بنابراین سر کار نمیرم. موشو بنابراین سر کار نمیرم یا بنابراین به کار نمیرم. من مریض هستم، بنابراین سر کار نمیرم. یعنی بنابراین به کار نمیرم. خب ببینید شما چگونه ما بتونیم جمله بندی خود را در زبان آلمانی قوی بسازیم. یعنی چگونه بتونیم یک جمله آلمانی رو نوشته کنیم. اول به فارسی نوشته کنید، بعد به آلمانی ترجمه کنید، چند بار تکرار کنید، بسیار قشنگ نتیجه میده و شما فوق العاده میتونید که به زبان آلمانی بنویسید. خب این اصول طوری است که در زبان آلمانی اول چی میامد؟ فاعل میامد. اول فاعل جمله میاد. فاعل جمله کی است؟ من هستم که میشه اش. بعدش چی میاد؟ فعل کی فعل چی است؟ هستن یا بودن. فعل زن میشه اش بین. چی هستم من؟ مریض. بعد از مریض چی میاد؟ کرنک. این چقدر ساده. اش بین کرنک. من مریض هستم. اول چی آمد؟ فاعل. بعدش چی آمد؟ فعل. بعدش چی میاد؟ بعد از فعل صفت میآید، قیدها میآید، مفعول ها میآید. این دو تا را میشه متوجه باشید. اش بین کرنک، فاعل، فعل و بعد صفت و بعدش قید و بعدش چی میاد؟ مفعول های نامیاد. خب
من مریض هستم. ich bin krank. بنابراین سر کار نمیرم. وقتی کلمه بنابراین استفاده میشه یاد چی میفتی؟ با یاد deshalb. چی نوشته میکنی در جای بنابراین؟ deshalb. deshalb. این نکته را همینجا یاد گرفتی. deshalb. پس اینجا deshalb رو نوشته کردی. میخوایم نکته مهمتر رو برات بگم. کنیکتورهایی که ما میخوایم برای شما درس بدیم طوری است که فعل در جایگاه دوم قرار میگیره. یعنی مثل درس‌های گذشته که در کنونسیون خواندید فعل داخل رفت نیست. اینجا فعل در جایگاه دوم میاد. دقت کردی؟ پس deshalb را که نوشته کردی فوراً در ذهنت بیاید، در کلت بیاید که فعل را بعد از deshalb باید بگی. پس اینا میگونه شما بنابراین سر کار نمیره. فعل ما چیه؟ فعل رفتن هست. فعل رفتن در زبان آلمانی چی میشه؟ گیهن. وقتی برای من صرف شود چی میشه؟ گیه. آفرین. deshalb gehe. کی نمیره؟ من. deshalb gehe ich. deshalb gehe ich. ولی چی گفته؟ نمیروم. اگر میروم میگفتی کفایت بود. حالا یک نونم گفته نمیروم. deshalb gehe ich nicht. اینا معنی شد nicht. با کجا نمیرم؟ سر کار نمیرم. zur Arbeit. دقت کردی؟ چقدر ساده بود. ببینید شما ich bin krank. من مریض هستم. بنابراین نمیروم. من نمیروم. من به کجا؟ به سر کار. هم جمله بندی آلمانیش رو قیم میشه و هم لغات ها رو یاد میگیرید. ذخیره لغات شما زیاد میشه. این از یک قسمت. خب ببینید شما، خب دلیل علتی که ما سر کار نرفتیم، چی بوده؟ مریض بودن من بوده. پس این عمل سر کار نرفتن من وقتی که اتفاق افتاده به دلیل یک وضعیت بوده. این وضعیت خاص من چی بوده؟ که من مریض بودم. صحیح کنید شما؟ یک عملی که اتفاق میفته او به یک دلیل خاص، به یک وضعیت خاص که اتفاق میفته ما از deshalb استفاده میکنیم. پس این عملی که اتفاق افتاده به یک دلیل یا وضعیت خاصی ای بوده که من مریض بودم، نتونستم به سر کار برم. دقت کردی؟ امیدوارم که خوب پخته فهمیده باشی، پیشکاریش داشته باشم. مثال دوم، در مثال دو پیخی قیم میشه، کلی گپار یاد میگیری. میگه باران شدید میبارد. باران شدید میبارد. بنابراین ما در خانه میمانیم. پس چی گونه ترجمه کنیم؟ بسیار ساده. پس باران شدید میبارد. ما در درس گذشته برای شما درس دادم فاعلی که با باران میامد چی بود؟ اس بود. و دلیلش هم گفتم که شما بتونید اونجا ببینید. پس چی نشه میکنم؟ اس. فاعل که آمد بعد از فاعل چی میاد؟ فعل میاد. اس regnet. آفرین. چون فعل نظر با فاعل چی میشه؟ صرف میشه اینجا. اس regnet. خب چی میشه؟ stark. شدید. پس میشه stark. Es regnet stark. باران شدید میبارد. پس بعد از به چی میرسیم؟ بنابراین چی بود؟ deshalb. فوراً جای بنابراین چی نوشته میکنم؟ deshalb. آفرین. ببین deshalb. وقتی deshalb رو نوشته کردیم از مثال بالا در ذهن ما هست که بعد از deshalb چی باید بیاد؟ فعل بیاد. آفرین. بعد از deshalb چی میاد؟ در رتبه دوم فعل میاد. پس فعل ما چیه؟ فعل ماندن هست. پس فاعل ما چه اینجا؟ جمع هست، ما هست. پس فعل ماندن برای ما چی میشه؟ آفرین. خودش نه، bleiben. پس میگم es regnet stark, deshalb bleiben. کی مانده خانه؟ ما. wir در کجا میمانیم؟ در خانه. zu Hause. دقت کردی؟ پس میگم باران شدید میبارد. Es regnet stark. deshalb یعنی بنابراین میمانیم ما به خانه. پس هم جمله بندی آلمانی تو قیم میشه به صورت، هم ذخیره لغات قیم میشه. دقت کردی؟ پس بعد از این کنیکتور deshalb چی میاد؟ فعل میاد. بعد از چی میاد؟ فاعل میاد. بعدش چی میاد؟ مثل این قید مکان یا مثلا قید زمان و مفعول هایی که وجود داشته باز قرار میگیرن. این از قسمت. مثال 3 من مطمئن هستم که
اونقدر قشنگ بفهمی که دیگه خودت بتونی مثال 4 و 5 6 خودت نوشته کنی برو از پیش خود. خب مثال 3 چی میگه؟ میگه او پول کافی، یعنی پول زیاد به حد مقدار ضرورت، او پول کافی پسنداز نکرده است. ببینید چون ما میتونیم بگیم پول کافی ذخیره نکرده است. ما هم با لفظ و لهجه ساده خود گپ میزنیم که تا شما خوب یاد بگیرید. او پول کافی پسنداز نکرده است. خب بنابراین به این دلیل یا بنابراین نمیتواند اون ماشین را بخرد، آن موتر را بخرد. بنابراین نمیتواند اون موتر را بخرد. ببینید شما گفته او پول کافی ذخیره نکرده است، بنابراین نمیتواند اون موتر را بخرد. سعی شما از این جمله ما او پول کافی پسنداز نکرده است، این ما را به یادی چی میندازه؟ شما درس به یادی پرفکت میندازه. دقت کردی؟ و بنابراین نمیتونه اون موتر را بخرد. خب پس او فرض کنیم ما اینجا او میگیریم مذکر دیگه، نه؟ برای او مذکر در نظر میگیریم، فرمانش میتونیم مؤنث بگیریم، مشکل نیست. یعنی او چی کار کرده؟ او پول کافی پسنداز نکرده است. پس اینجا پرفکت است. پس hat با habeen میاد، hat nicht چون نکرده، hat nicht. پس چی رو ذخیره نکرده؟ پول کافی. پول چی؟ پول کافی. genug. خب genug یعنی چی؟ یعنی کافی. genug Geld ذخیره نکرده است. ببینید شما وقتی شما پرفکت نوشته میکنید اینجا فعل کمکی میاد یا haben یا sein میاد. در اخیر چی میاد؟ در اخیر پارتیسیپل سوای فعلی اصلی ما شما میاد. شما هست دیگه نه؟ پس hat nicht genug Geld چی نکرده؟ پسنداز نکرده. پسنداز چی میشه؟ sparen. وقتی بخوای برای پرفکت کنی چی میشه؟ gespart میشه. پس hat nicht genug Geld gespart. سعی کنید hat nicht genug Geld gespart. این معنی میده که او خب دقت، او پول کافی ذخیره نکرده است. او پول کافی ذخیره نکرده است. پس این جمله ما جمله چیه؟ پرفکت است. بنابراین نمیتواند اون موتر را بخرد. به محضی که بنابراین را دیدی چی یادت میاد؟ deshalb. وقتی deshalb را نوشته کردی چی یادت میاد؟ یعنی بعد از deshalb چی میاد؟ فعل میاد. خوب دقت کنید، اینجا دو تا فعل داریم، یک فعل توانستن هست، یک فعل خریدن هست. چون اینجا فعل توانستن جمله مدال ورب هست، بعد اول چی باید بیاد؟ فعل مدال بیاد. دقت کردی؟ بنابراین نمیتواند اون موتر را بخرد. پس اول کدام فعل میاد؟ اول فعل مدال میاد، فعل های مدال ورب میاد. بعدش چی میاد؟ فعل اصلی میاد. این نکته را همیشه متوجه باشید. دقت کردی؟ بنابراین یعنی deshalb kann او یعنی deshalb kann das Auto یعنی اون موتر، das Auto یعنی آن موتر nicht kaufen. دقت کردی؟ خب